سرخط مهمترین خبرها: اظهارات سفیر روسیه، مقامات تاجیکستان در تحقیق حمله به کراکرس با ما همکاری کردند. خبرها درباره بازداشت ایدیبک مردان یا بختری و تنش نفت در غزه. حماس گفت آزاد کردن اسیران را به تأخیر می‌گذارد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 11 فوریه سال 2025 است. سفیر روسیه در دوشنبه میگوید که مقامات قدرتی تاجیکستان در تحقیق حالتهای حمله به تالار کنسرتی کراکرس فعالانه شرکت کردند. سیمن گریگوروف در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفته است مقامات قدرتی و امنیتی تاجیکستان به درخواست‌های همتایانشان از روسیه درباره تحقیق حادثه کراکرس فوراً واکنش کردند، اما سفیر روسیه جزئیات همکاری مقامات قدرتی تاجیکستان و روسیه را افشا نکرده است. سیمن گریگوروف تنها گفته است که تماس‌های دو کشور در این بخش ادامه دارند. هنوز معلوم نیست که همکاری مقامات تاجیکستان با روسیه در رابطه با قضیه کراکرس از چه عبارت بود، ولی نزدیکان برخی از گمانبران این حمله در تاجیکستان پیشتر به رادیوی آزادی گفتند مفتشان روس با آنها در دوشنبه صحبت کردند. اظهارات اخیر سفیر روسیه در حال صدا داد که تحقیق حمله خونین به تالار کنسرتی کراکرس به انجام رسیده. قرار است پرونده ماه مارس به دادگاه رود. به گمان نقشه‌ریزی و کمک به حمله روز 22 مارس سال گذشته به تالار کراکرس زیاد از 20 تن اساساً زادگان تاجیکستان در بازداشت هستند. 4 نفر آنها عاملان اساسی معرفی شده در روزهای اول بازداشت با گوش نیم بریده، بیهوش و بی حرکت و پارچه از تلفن در گردن در دادگاه دیده شدند. بلاگر ایدیبک مردان که در شبکه‌های اجتماعی با نام بختری صحیفه دارد از سوی مفتشان دادستانی ولایت ختلان بازپرسی شده. دیگر سرنوشتش نامعلوم است. در صحیفه این بلاگر در اینستاگرام و یوتیوب حداقل یک هفته است که هیچ ویدیوی نو نشر نمی شود. خبرنگاران رادیوی آزادی تلاش کردند از دادستانی ولایت ختلان درباره سرنوشت ایدیبک مردان معلومات به دست آورند، اما نمایندگان دادستانی در این باره چیزی نمیگویند. ایوب اسحاقوف، یک از بلاگران طرفدار مقامات، گفته است ایدیبک مردان دستگیر شده. یک هفته است که در بازداشتگاه شهری باختر است. اتهام ضد باختری معلوم نیست و مقامات هم در این باره چیزی نمیگویند. ایدیبک مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده به مخالفان حکومت در اروپا حمله‌های لفظی میکرد، اما این بلاگر 30 سپتامبر سال گذشته برخلاف عادت نه به مخالفان حکومت بلکه به شهرداری باختر و رئیس ولایت ختلان تاخت. او در نوار عبدالمجید مومیزاده و نزدیکانش را دشنام داده تهدید کرد که نوارهای آنها را پخش میکند. معلوم نیست که میان او و شهرداری باختر چه گذشته بود، اما ایدیبک مردان بارها از پرتابها در مرکز ولایت ختلان انتقاد کرده بود. رئیس کمیته زنان و عائله تاجیکستان از صحبت درباره زندانی شدن روزنامه‌نگار رخشانه حکیمووا خودداری کرد. خبرنگاران روز 10 فوریه از بنفشه فیض‌الدین زاده، رئیس کمیته زنان، درباره حبس رخشانه حکیمووا و جدا شدن او از 2 فرزند خردسالش پرسیدند. رئیس کمیته گفت این قضیه مهر مخفی دارد و ما عین زمان چیزی گفتن نمیتوانیم. دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه در مرافعه پسیدرهای به سر رخشانه حکیمووا را با اتهام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم کرد. خودش و نزدیکانش اتهام را بی اساس دانسته گفتند از بالای قرار دادگاه شکایت میکنند. قضیه رخشانه حکیمووا در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد، به خصوص اینکه او 2 کودک دارد که یکیش 8 ماهه و دومی 2.5 ساله است. سازمان گزارشگران بدون مرز در اظهارات گفت خبرنگار تاجیک در مرافعه غیر عادلانه و پوشیده محکوم شد و باید آزاد شود. از نشست کمیته زنان یک خبر دیگر هم داریم. نمایندگان این نهاد میگویند که سال گذشته در کشور طلاق و همچنین نکاح نیز کم شده است. طبق آمار رسمی سال 2024 در تاجیکستان 9000 عائله از هم جدا شدند که نظر به یک سال پیش 1000 عدد کمتر بوده است. به گفته مقامات سال گذشته 75000 عقد نکاح در کشور ثبت شده است که در قیاس به سال پیش 1000 عدد کمتر است. بنفشه فیض‌الدین زاده، رئیس کمیته زنان، گفت ازدواج‌های برمحل و آماده نبودن دختران به زندگی مستقلانه از سبب‌های اساسی جداشوی عائله‌ها در تاجیکستان است. پاشخوری عائله‌ها و محروم شدن فرزندان
از تربیت یکی از والدین سالهاست که از موضوعهای نگران کننده در جامعه تاجیکستان است. در تاجیکستان پیوند عضوهای بدن از جمله گرده و جگر در سال گذشته زیاد شده است. وزیر تندرستی تاجیکستان جمال الدین عبدالله‌زاده روز 10 فوریه گفت سال 2024 در کشور به 298 بیمار جراحی پیوند عضوها گذرانده شده است که نسبت به یک سال پیش 74 عدد زیاد می باشد. به گفته او 30% این جراحی شدگان شهروندان قرقیزستان، ازبکستان، آمریکا و کشورهای دیگرند و آنها را نرخ کمی این عملها به تاجیکستان جلب کرده است، ولی وزیر نگفت که خرج این نوع جراحی ها چقدر است. عبدالله‌زاده افزود که پزشکان تاجیک حالا امکان دارند که پیوند دل و غدود زیر معده نیز انجام بدهند. در تاجیکستان تقریبا 2 دهه اخیر عملیات پیوند گرده و جگر و عضوهای دیگر انسان انجام داده می شوند. بیشتر از کامیابی آنها در این سمت خبر داده می شود، هرچند برخی از کاربران از ناکامی ها در چنین عملیات نیز گفتند. نمایندگان آژانس نظارت در ساحه معارف میگویند که صفت تحصیل در مکتب و دانشگاه های تاجیکستان به درجه ضروری نیست. همکاران ما ارشاد سلیمانی و برات یوسفی در همین باره گزارش آماده کردند. بیشتر همین چیزا رو ما به قید میگیریم. آژانسی نظارت در ساحه معارف صفت تحصیل در مکاتب میانه و عالی را معین کرده است که در هیچ کدامی از این بخش‌ها صفت تحصیل تا 50% نیست. صفت تحصیلات در زمینه تحصیلات میانه عمومی، یعنی در مؤسسه تحصیلات عمومی به غیر مؤسسه تحصیلات عمومی تیپی 9 34%، درجه اسقطکنی 80.2%. در مؤسسه تحصیلات ابتدایی کسبی صفت دانش در لیسه های کسبی 22.6%، در درجه دانش اسقطکنی 64.3% تشکیل. صفت تحصیلات در مؤسسه تعلیمی تحصیلاتی میانه عمومی 34.3%، دانش اسقطکنی درجه دانش اسقطکنی 72%. و نهایت در زمینه تحصیلات عالی کسبی صفت تحصیلات 44%، درجه اسقطکنی 79.2% تشکیل میده. ولی به گفته رئیس آژانسی نظارت در ساحه معارف این نشان دهنده صفت تحصیل نگران کننده نیست. در دوره تشکلیابی بد نیست. خدا با سال به سال. اما منیره عنایت و وزیر سابق معارف تاجیکستان این درصدی را برای عصر 21 نشان دهنده ناچیز می داند. اگر از نقطه نظر اصول عمومی جهانی بگیم این نهایت کم. این معنی آن دارد که در کالج‌ها مردم مکتب‌های عالی کسب می‌آموزند. این معنی دارد که آدمی که 23% دانش دارد باید تواناییش چقدر چند پایز استفاده میبرد. یعنی وقتی که کار بمیرد و با صفت کار کرده نمیتوند، نتیجه کارش نهایت پس نشد. این نشان داده بعد هست که آدم متخصصی که متعیار کردیم حاضر در جای کارشون از وی پس کار میکنند. این آژانسی میگوید برای معین کردن سطح تحصیل در کشور معیارهای گوناگون از محیط تعلیم تا جای نشست خوانندگان و تامینات با ادبیات تعلیمی و سطح دانش و عنوان استادان و دانش خود مکتبخوانها و دانشجویان را ارزیابی میکند. با گفته این نهاد درصدی سطح تحصیلات به نتیجه بهای خوب و اعلی و درجه اسقطکنی مکتبخوانها و دانشجویان و بهاهای مثبت یعنی اعلی، خوب و قناعت بخش تکیه میکند. مسئله پس بودن صفت تحصیل و وضع معارف و دانش در مکاتب میانه و عالی کشور یکی از بحث‌های داغ دوران استقلال در تاجیکستان است که وزارت معارف نه همیشه آن را میپذیرد.
گروه فلسطینی حماس اعلام کرده است که تا آگاهی نوبتی آزاد کردن اسیران اسرائیل را به تأخیر می‌گذارد. قرار بود گروه نوبتی اسیران اسرائیل روز شنبه 15 فوریه آزاد شوند. ابو عبیده سخنگوی شاخه نظامی حماس 10 فوریه در اظهارات اسرائیل را بر رعایت نکردن سازش آتش‌بس عیبدار کرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته شده است. به گفته نمایندگان حماس دوام 3 هفته سازش آتش‌بس، این گروه حالت‌های زیادی نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل را ثبت کرده است، از جمله تأخیر در اجازه بازگشت مردم به شمال غزه، آتش‌کشی و سریع وقت اجازه ندادن به انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه میباشند. در عین حال اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل عملکرد گروه حماس را نقض آشکارای سازش آتش‌بس خواند. با گفته کاتس او به ارتش کشورش دستور داده است که برای هر وضعیتی آماده باشند. طبق خبرها بنیامین نتانیاهو برای بررسی وضعیت جلسه برگزار می‌کند. از زمان سازش آتش‌بس میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه که 17 ینور آغاز شد، دو طرف چند مراتب اسیران و زندانیان را عوض کردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 11 فوریه را فرا می‌گیرد. 11 فوریه سال 2015 پارلمانی تاجیکستان به قانون درباره نفقه سغورتوی و دولتی تغییرات وارد کرد. سن نفقه در تاجیکستان برای مردم از 63 سالگی و برای زنان از 58 سالگی تعیین شد. حساب میانه نفقه پولی در تاجیکستان نزدیک 250 سامانی را تشکیل داد و مقامات گفتند که نفقه هر سری چند سال افزایش می‌یابد. با این وجود اکثر نفقه خوران در تاجیکستان با امید یاری فرزندان زندگی می‌کنند. 11 فوریه را سازمان ملل متحد روز جهانی دختران و زنان در علم نامیده است. هدف از این دستگیری میل دختران به کارهای تحقیقاتی و کشف و اختراع می باشد. در تاجیکستان هم اکادمی علم‌های تاجیکستان این سنه را به خاطر قدردانی با عنوان دانشمند تجلیل می کند. سالهای شوروی در تاجیکستان زنان زیادی تاجیک به کارهای علم و تحقیقات بیشتر در ساحه گومانیتری و اینچنین در بخش بیولوژی و طب، فیزیک و استرونومی پرداختند. از میان بیش از 600 کارمند زن اکادمی علم‌ها 16 دکتر علم و 93 نفرشان نامزد علم می باشند. 11 فوریه نویسنده صفیه ناصر تولد شده است که بیشتر برای کودکان و نورسان ایجاد کرده است. کارمند سابقه‌دار رادیوی تاجیکستان، مجله‌های مشعل و زنان تاجیکستان، مؤلف ده‌ها حکایه و پاویست است. رمان صد اسکندرش از مشکلات عبور مرز تاجیکستان و ازبکستان در دوره اسلام کریموف حکایت می‌کند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 115 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد به 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه نویدی بامدادی. خبرهای از این بیشتر را در سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org مطالعه کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.